سلام. امروز میخوام برم سراغ تحلیل یه بخش دیگه از نمودار. خب من این تیکه نمودار رو انتخاب کردم. بریم با هم شروع کنیم تحلیل کردنش. خب اول از همه من میگم برم اندیکاتور RSI و MACD شو بیارم ببینم از اونا میتونم به چیزی برسم. تنظیماتش هم درست کنم. خب برای بررسی واگرایی من گفتم باید به کف و سقفا نگاه کنم و کف و سقفای همون نقطه توی RSI و MACD که ما میگفتیم توی واگرایی اگه این حرکت ها مخالف هم دیگه باشه نشون دهنده واگراییه که حالا دو مدل واگرایی داشتیم، معمولی و مخفی. خب من میگم اول بیایم اینا رو بررسی کنیم ببینیم که چی میتونیم پیدا کنیم. خب الان یه مورد من دارم اینجا میبینم. این حرکتش روی نمودار قیمتیه و قرار شد دقیقاً همون نقطه رو من بیام بررسی کنم توی RSI و MACD. یعنی من الان این خط عمودی رو دارم میکشم که دقیقاً ببینید من همون نقطه رو میخوام به دست بیارم. شما حرکت رو توی RSI و MACDش ببینین. به این میگن الان واگرایی اتفاق افتاده، یعنی همسو با هم دیگه حرکت نکرده. الان شما ببینید اینجا در واقع یه سودی خیلی ملایم، تقریبا حتی خط صافه، اما اینجا ریزشی هستش. پس الان RSI و MACD که به اصطلاح میگیم MACD با هم همسو هستن خلاف جهت نمودار قیمتی. اینجا الان واگرایی اتفاق افتاده. بعد اینجا چون که الان ما بین دو قله گرفتیم و حرکت ما سودیه، ما اینجا الان واگرایی معمولی داریم، یعنی در واقع نمودار بعدش برگشت روند داره. یعنی وقتی که ما قبلش یه سودی رو داریم بعدش به احتمال زیاد چون واگرایی اتفاق افتاده ما شاهد ریزش هستیم. بذارید من ببینم همینجا بازم میتونم واگرایی دیگه ببینم. بذاریم بیام این برتر. خب الان توی این قسمت من الان این خطای عمودی رو دارم براتون رسم میکنم که براتون تشخیصش راحت باشه. بعد یه مدت دیگه چشمی میشه، کارتون راحت تره. یعنی همینجوری خودتون میبینین و حتی خطو میکشین، حتی دیگه نیازی نیست شاید خطم بکشین که همش با تمرین اتفاق میفته. الان ببینین واگرایی بعدی که بهش رسیدم همون داستان تکرار شد و بعدش هم من شاهد ریزش قیمت بودم. یعنی قله به قله گرفتم، صعود داشتم، ولی توی RSI و MACD قله بعدیم نسبت به قله قبلی پایین تر قرار گرفته بود. پس هم جهت با هم نبودن و واگرایی معمولی داشتم. خب این از واگرایی که من پیدا کردم که بعدش هم یه سری سیگنال داد. واگرایی هم دوباره مثل بقیه موارد 100% نمیگه، اما خب احتمال اتفاقی که بعدش پیش بینی میکنیم توش زیاده. حالا من اینو پاک کنم. MACD من پاک کنم. الان بذارین حالا حمایت مقاومت های RSI رو چک کنم. الان این خط روندی که حمایت داره تو RSI نگاه کنید. چه قشنگ هر بار بهش برخورد کرده، هول داده شده بالا. و این خطوط حمایت مقاومت توی RSI خیلی جواب میده. قبلا هم بهتون گفتم. و جایی که این خط بشکنه، چون که روند سودی بود من به کفا وصل کردم، اگه روند نزولی بود باید سقفا رو هم وصل میکردیم. و هر جا که این بشکنه کف یا حالا برعکس تو سقف، ما میتونیم انتظار این داشته باشیم که توی نمودار قیمتی شاهد بازگشت روند باشیم. الان نگاه کنیم، من اگه دوباره از اون خط عمودی استفاده کنم نگاه کنید کجا شکسته. درسته؟
RSI معمولا چند کندل زودتر نشون میده نسبت به نمودار قیمتی. برای همین وقتی که شما از RSI شکست روند رو میبینین و احتمال میدین که الان تو نمودار قیمتیتون هم این اتفاق بیفته، شما اینجاها باید وایسین با چند کندل، 2 تا 3 کندل. بعد از اون زمان با 2-3 کندل تثبیتش رو از نمودار قیمتی بگیرین، بعد مطمئن شین که اوکی این نمودار قراره ریزش داشته باشه. اینم از در واقع RSI. خب من RSI هم پاک کنم. خب بریم سراغ یکی از ساده ترین و پایه ترین چیزایی که اصلا اول از همه باید بهش برسیم. بیاین اصلا حمایت مقاومتاش رو رسم کنیم. ببینیم چیا میبینیم. خب یه محدوده مقاومتی که من دارم میبینم، میبینید این محدوده هستش که حتی من وقتی یه ذره نمودارم جمع کردم میبینم که این از قبلم ادامه داره و هر بار که نمودار با این محدوده برخورد کرده بهش واکنش نشون داده و هرچی تعداد این برخوردها بیشتر باشه اعتبار اون محدوده رو نشون میده که همونجور که میبینیم اعتبار خوبی داره چون تعداد برخورداش زیاده. خب خطی که میتونم پیدا کنم چیه؟ اینجا خب یه خط روندیه که با 3 تا کف برخورد داشته و اینجا جاییه که کف خط روند شکسته. خطوط دیگه‌ای که میتونم رسم کنم، جاهایی که احساس میکنم نمودار بهش واکنش نشون بده. نگاه کنیم این سقف‌ها 4 بار برخورد داشتن، هر بار نمودار هلش داده پایین. محدوده بعدی هم که همین بالا هستش، یعنی بالاترین جایی که نمودار رفته. اینم محدوده مقاومتی بعدیه. محدوده بعدی که نقش حمایتی داره اینجا هستش که باز میبینیم که نمودار چقدر بهش هر دفعه قشنگ واکنش نشون داده. اینو ببینین تشکیل چی شده؟ تشکیل سقف دوقلو داده. سقف دوقلو انتهای یه روند صعودی که اتفاق میافتاد نشون دهنده برگشت بود، جزو الگوی برگشتی بود دیگه. و ما میگفتیم اگه این خط رو بشکونه به اندازه ارتفاعش حداقل ما انتظار الان تو اینجا ریزه شده و در واقع میتونیم به اندازه ارتفاع اینجا حد سود اولمون رو بذاریم و تا کف قبلی حد سود دوممون رو بذاریم. به اندازه ارتفاعش یه جاهایی اینجا میشه حد سود اول، اینجا حد سود دوم. و همیشه حد سوداتون هم مشخص کنین دیگه. حد سود حد ضرر فرقی نمیکنه. و توی روند سودی هم من می اومدم بالاترین های رو پیدا می کردم، می گفتم لوی که منجر شده این های تشکیل شه، جایی که شکسته شه، من میتونم شاهد برگشت روند باشم. این در واقع راهی بود که ما میتونستیم برگشت روند رو تو پرایس اکشن تشخیص بدیم و این نقطه همون نقطه‌ای که RSI داشت به ما میگفت. پس الان من دوباره به همون نقطه رسیدم و حتی جایی هم بود که خط کف روندم شکسته شده بود. خب یه مورد دیگه هم که میتونیم ببینین، اگه ما همینجوری بخوایم الان این تیکر رو ببینیم، ببینین چه موج سودیش در واقع به چه صورته. موج سودی در واقع روی ضعیفترین حالت موج سودیه دیگه، چون که داره شتاب حرکت کم میشه، نشون دهنده ضعف رونده و میتونیم بعد شاهد یه ریزش باشیم. یا اینجا من اگه کفا رو به هم وصل کنم، ببین این کفم دوباره در واقع موجی که تشکیل شده موج نزولی کاهنده است، یعنی اینم داره ضعف روند رو نشون میده. همونطور که میبینید بعد این روند نزولی ما صعود رو داشتیم که این صعود هم خیلی قوی نبوده،
اینم صعود کندی بوده که بعدش دیگه یه ریزش شدیدی داریم. پس با این در واقع خطوطم شما میتونین قدرت این موجا رو ببینین، بررسی کنین. و این تیکه صعودی رو من بخوام در نظر بگیرم، من اگه بخوام قدرت موج رو در واقع براش بررسی کنم برای پرایسکشن، زاویه رو که بخوام ببینم، اینجا زاویه کم بوده، زیاد شده و بعد دوباره زاویه کم شده. خب این از در واقع زاویه و سرعت سیگنالی که داره به من میده. حالا اگه بخوام عمق یا اصلاحش رو بررسی کنم، چون روند صعودی برعکسش، یعنی حالت ریزشش میشه اصلاح یا عمق من، که باید ببینم چند درصد قبلیه. من توی ویدیوهای جداگانه همه اینا رو تک تک به طور کامل براتون توضیح دادم، واسه همین الان دیگه مثلا سعی میکنم یکم هی خلاصه تر برم که بتونم موردهای بیشتری رو باهاتون چک کنم. واسه همین اگه هنوز اونا رو ندیدین و متوجه این حرفای من نمیشین، اول برین اون ویدیوها رو ببینین، بعد بیاین اینجا حالت خلاصه وار و ترکیب همه اینا کنار هم دیگه به نتیجه برسیم. خب الان عمقم در واقع نگاه کنی، عمق اول زیاد بوده. عمق چی میگفتیم؟ چند درصد در واقع قبلیه. الان اینجا عمق حدود 80%، بعد حدود 50% شده و بعد حدود 30%. عمق داره کم میشه، نشون دهنده قدرت رونده. همونطور که میبینین تو روند صعودی داره قدرتمون زیاد میشه. و مورد آخرم مسافتش بود که مسافتم از فاصله قله به قله به دست می آوردیم که بین این دوتا داره قله ها هی مسافتش بیشتر میشه، که اینم نشون دهنده افزایش قدرت حرکت بود. الان این چیزی که ما داریم می‌بینیم، قدرت موج پرایسکشن داره به من میگه که این موج داره قوی میشه. این پیوت‌های اولیه دارن اینو به من میگن که خب باعث افزایش قیمت هم شدن، نمودار بالا بردن. ولی این حرکت آخری که انجام شده تمامش داره ضعف این قدرت رو نشون میده. هم مسافت کم شده، هم زاویه کم شده، که همه اینا نشون میده که قدرت موج داره کم میشه. و همون خطی که براتونم رسم کردم که ضعیف‌ترین حالت موج صعودی بودش. پس تا اینجا کار من میتونم بگم که قدرت داره زیاد میشه و انتظار این داشته باشم که همینطوری نمودار بالا بره. ولی از اینجا به بعد میتونم یه ذره شک کنم، با احتیاط‌تر عمل کنم، چون اینم داره این آخر دیگه حرکت عوض شده، داره میگه که من دیگه دارم ضعیف میشم. تا اینجا میگم من دارم قدرتمند میرم بالا، ولی اینجا به بعد که تایمش هم کم نیست از نظر زمانی، داره به من میگه که من دارم ضعیف میشم. خب من اینا رو پاک کنم، بریم با هم ایچیموکوشو هم بررسی کنیم. من تنظیماتش رو درست کنم. الان نگاه کنید، اینجا برمودا تشکیل شده. برمودا چی بود؟ میگفتیم قیمت وقتی یه ابر رو تاچ نمیکنه، یه روزی تو ادامه به اون برمیگرده و اون محدوده رو پر میکنه. پس من میتونم وقتی اینجا هستم انتظار داشته باشم که قیمت انقدر میاد پایین که به این محدوده برمیگرده. پس الان همین یه برمودا به من سیگنال میده. نگاه کن اینجا برمودا تشکیل شده و جلوتر پرش کرده. خب پس الان من یه برمودا پیدا کردم که کمکم. من اینجا الان کموی سبز میبینم. میگم اگه ریزشی بخواد اتفاق بیفته، کموی سبز اتفاق میفته. تنکنسن و کیجنسن رو میبینم که بالای نمودار قیمتی افتاده، داره هولش میده پایین، نقش مقاومتی داره بازی میکنه. اینجا زیر نمودار قیمتی قرار گرفته و داره هولش میده بالا. و این کمو هم که خب نقش حمایت دارن و دارن هول میدن نمودار رو به بالا. الان اینجا رو ببینید، من همیشه بهتون گفتم که از کموی سبز ما شاهد ریزش قیمت هستیم، از کموی قرمز شاهد افزایش قیمت. الان اینجا ببینید، از کموی سبز ما در واقع صعود اتفاق افتاده. گفتم اینو الان بهتون نشون بدم. یا اینجا از کموی قرمز اول صعود اتفاق افتاده، بعد ریزش از داخل کمو اتفاق افتاده. یعنی اینا برعکس اون چیزیه که عرفه.
خب این بهتون نشون دادم که ببینین اگه من میگم اگه از کموی سبز ما ریزش داریم احتمال 90% که داریم، اینا اون 10% است که اتفاق میفته. پس همیشه برای همین میگم که تحلیلتون 100% نیست با یه اندیکاتور یه ابزار، شما باید مجموعه چیزا رو کنار هم قرار بدین. نکنی من اینجا مثلا کموی سبز دارم میگم احتمال 90% من بخوام ریزشی داشته باشم از این کموه. خب حالا بیایم همینجا ما در واقع کراس کوموش هم یه بررسی کنیم. یه تحلیل زمانی داشتیم میگفتیم جایی که تقاطع در واقع کومو سبز به قرمز یا قرمز به سبز، ما اگه خط کش بذاریم یه چند تا عدد بهتون گفتم میتونیم با هم چک کنیم. 9 که حالا کمه، 26، 33 این پایین بذارم، 33 36. ببینین دقیقا کجاست توی 33 سقفه. من اگه کندل 36 رو ببینم همون جاییه که من تصمیم گرفتم گفتم اینجا اگه به من تایید بده اینجا میتونه نقطه خوبی برای ورود یا خروج باشه، چون تحلیلام میگه که اینجا ما ریزش قیمت داریم و یه اتفاق هم ممکنه بیفته. وقتی من به این نقطه میرسم از این ورم میبینم که جاییه که کموی سبزه، خب اتفاقی که میتونم پیش بینی کنم اینه که ریزش از توش اتفاق بیفته، چون میگم خب 90% که ریزش از کموی سبزه. اینم که الان داره به من میگه کندل 36م، حواست به اینجا باشه به این محدوده. پس من خیلی میتونم مطمئن شم و یاد اون خطایی که اولا کشیدیم بیفتین که این نقطه در واقع از چند جهت داره به من براش سیگنال داده میشه. خب حالا من کموها رو پاک کنم، فقط خطوط تنکنسن و کیجنسن بمونه که حالا یه ذره با کراس اینا کار کنم. من راجع به اینا چی میگفتم؟ میگفتم که در واقع الان برای من خط تنکنسن خط آبی اون میانگین 9 روزه، خط قرمز هم خط کیجنسن 26 کندل است. خط آبی خطیه که نزدیک نمودار قیمتی قرار میگیره به خاطر اینکه 9 روزه. خط قرمز یکم با فاصله تره. من از برخورد این دوتا با هم دیگه به یه نتیجه میرسیدم. من یه ذره زومش کنم که راحت تر ببینید. الان اینجا رو ببینین، این برخورد که اتفاق افتاده، خط آبی تنکنسن من رو به بالاست، پس من میگم که حالت سودی دارم، کراس سودیه. پس باید بیام توی 25 دوره اخیر، این همون نکته است که تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم، تو 25 دوره اخیر من باید بالاترین هایو پیدا کنم که من رو 24 میرم، چون اینجا احساس کنم یک کندل این برتر شروع کردم، چون با خودش باید بشه 25 تا. توی 25 دوره اخیر چون که تنکنسن سودیه، من بالاترین هایو پیدا میکنم، یه خط ازش میکشم، میگم اگه این خط رو بشکونه در ادامه من شاهد افزایش قیمت هستم که بعدش میبینیم صعود اتفاق افتاده. درسته، اصلا این شرطش بود، اگه این شرط رعایت شه من میتونم از اینا به یه تحلیلی برسم. خط کراس دیگه که میتونم پیدا کنم اینجاست که تنکنسن من نزولیه، ریزش دارم. توی در واقع تنکنسن وقتی که کراسم نزولی میشه باید برم لو رو پیدا کنم توی 25 دوره اخیر با خودش. میشه اینجا. پایین ترینی که هست اینجا بوده که من میبینم وقتی اینجا رو شکونده ما یه ریزشی داشتیم. الان دوباره اینجا تنکنسن سعودیه، 25 دوره اخیر باید بالاترین هایش رو پیدا کنم. میشه اینجا یه خط که رسم کنم. خب ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. من اینو بیارم جلوتر. خب بذار نمیدارم جمع کنم. ببینید چه اتفاقی افتاد. اینجا
به من گفتش که اگه این خط رو شکون نمودار سودی میشه. الان این به معنی شکوندن خط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم خط رو بشکونه یعنی بشکونه و تثبیت کنه. اینا حالت اصلاح هم. یعنی رفته برگشت. این که اصلا کامل کندل هم بالا نزده. این یک کندل فقط این بالای خط تشکیل داده و دوباره اومده داخل خط. پس اینا به ما تایید اینو نمیده که شکوند. اومده اینجا رد کرده. اینجا من میتونم بگم که نه دیگه میخواد افزایش قیمت اتفاق بیفته. یه برگشت خورده دوباره رفته بالا که این برگشت بعد شما میگن انگار مثلا نمودار یه جوری برمیگرده خودشو برای یه سود قوی تر آماده میکنه. یه اصلاح کوچیکی خورده. پس این تو ادامه در واقع این سود خودشو نشون داده. خب اینم دوباره از ترکیب یه سری اندیکاتورها کنار هم دیگه سعی میکنم همینطوری براتون ویدیوهای مختلف بگیرم، بخشای مختلف و هی تحلیلش رو انجام بدم که هی اینم یه حالت تمرین براتون بشه که شما ببینین که ابزارها رو کنار هم دیگه چجوری میشه ازشون استفاده کرد. خب ممنون همراه من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین.